قشلاقه که من بو صفاتی دارد شیرینی شیرینی توتی دارد از چوبی درختی بید در هر خانه گهواره سبزی ملکوتی دارد واقعا دیها زیبا است با همون شهدهایی که دارد زیبا است با همون حاتهایی که دارد با همون درخت‌های سر به فلک کشیده پر از سایه غفصی که دارد با همون انعنه و رسم و آیین‌هایی که دارد و می‌رویم آشخانه نانی که گفتیم یکی از نان‌های کلان محلی که پخته می‌شود می‌رویم شکلی پخته شدن نان رو می‌بینیم استاپ نکرده همه می‌ریم نقطه اساسی خالجان عزیز ما یکی از مادرانی که دست ماهر دارند و طبق معلومات اگر در دهه های سه نانپزی بهترین باشد یکی از مادری عزیز است که در بسیاری از محفل ها جمع آمدها فرمایش میگیرند که همین نان های کلان و تنوک و گیردچه و چند شکلی که هست بپزند و با امید اون که دستی مادر درد نبینن همه وقت درباره سر فرزند و دعاگو و سخنگو باشن و همین است شکلی پخت وقتی که نان بزرگ میبینی حیران میشه که چگونه تنور از چگونه شکلی پختن دارد چگونه پخته میشود در آتش ولی یک کم شکل تنور هم فرق میکنه از شکل‌های عادی فرق میکنه ببینیم عادیش اون است این شکلی تنوری که مخصوص برای شکلی تنوری که مخصوص برای همین نان کلان پختن آماده شده این شکل است تنوری عادی دایره شکل پشتش راست این دایره شکل قفا بپوش خوب خلا یعنی امکان داره که از همین لوش تا این لوش هم همه خیلی کلان پخته شود این لوش تا این لوش فهمو در جاهای خالگی این کلچه های خورد گیردچه میگن پخته می شود چند کیلو باید بینم خلا؟ تقریبا 5 کیلو 8 کیلو 10 کیلو تقریبا خوب یعنی این اندازه میانه کلان میانه 7-7.5 کیلو آرد در بر میگیره اگر که کلانتر شود شاید 10 کیلو شاید 10 کیلو آرد از این فرد تا این گوشه یعنی کلانتر پخته میشود در حجم 10 کیلو ولی اینی که ما می‌بینیم در حجم 7.5 کیلو 8 کیلو پخته میشود یعنی طبق معلومات مادر که در همون کرسان یک خمیر کردم برای دو نان یکیش اونجا بردیم این دوم است خوب یعنی همین است یکی از عادت‌های صرف تاجیکانه شکل پختن نان صرف تاجیکانه و بازم صرف مردمی رشت زیرا مردمی وادی کلاب مردمی وادی حصار مردمی وادی زرافشان در اونجاها این شکل پختن نان نیست به شکل‌های دیگر است خردتر است به شکل‌های دیگر ولی خصوصا در مردمی وادی خراتگین همین سه شکل پختن نان زیاد است نان کلان نان تنوک و گیردچه نان تنوک دیگر که در همه جا هست ولی همین گیردچه و نان کلان خصوصا خاصی مردمی وادی رشت است با امید پایدار بودن همین گفتیم که دهه زیباست با همین چیزهاش با همین شهدهاش بگذار دهه هیچگاه با عصر 21 و 22 روبرو نشود ولی زیباست که با همین شهدهای تاجیکانه با همین شهدهایی که دستان مادری تاجیک نان میپزد دستان مادری تاجیک حولا میپزد دستان مادری تاجیک مسکه میگیرد از شیر جرغات آماده میکنه یعنی دستان مادری تاجیک خود
پر از گنج است، پر از مهر است، پر از محبت است به خاطر آماده کردن های این چیزها. تمام مردم دنیا همین چیزها را آرزو میکنن که کاش به این اصل های حقیقی، به این اصل های واقعی روبروشان بیایند و همین چیزها است که صحت و سلامتی دم به کلی فایده دارد و این باد و هوا، این چشمه ها، این زیباگی ها همش به خاطر آن است که خداوند محبت کرده، نظر کرده، خاصه به مردمی که در دهات جا زندگی میکنه. خب مردم شهر دیگر معلوم که به دیگر کارها بندند، ولی دهات زیبا است با انا همین چیزهاش. یعنی که گفتیم قشلاقک من بوی چپاتی داره، شیرینی توتی داره. همین از بوی چپاتی، همین از بوی نان، همین از شیرینی بوی توتی. به خاطر آن که دست مادر درد نبیند، در روی سر فرزندان همه وقت سلامت و سعادتمند باشند. به قول حضرت لایق باشه جان، حضرت لایق میگه که با کنجی صندلی بنشسته شبها مادر پیرم. صندلی هم یکی از خاصهای مردم دهات. صندلی در زمستان صندلی میمونه، نانی که پخته میشه، خوراکی که پخته میشه، آتش میگیریم در پای صندلی میمونه برای گرم شدن مردم. با کنجی صندلی بنشسته شبها مادر پیرم که شاید جامعه دامادی میدوزه به صد نیت. این هم یکی از عنعنه ها است که مادر برای فرزند، برای نویره جامعه دامادی میدوزه. که روزی توی دیده در قدیم من بشکنی ارمان، ببینی تا برنگ نو به حسن نوجوانی هم. با آن دستان لرزان شرفمندت بمیرم من، ایا مادر، ایا مادر. نرفتی بیرون از یک ده، ندیدی روی دنیا را، بگیردی خیش گویا دور گشتی، زندگی کردی. بگیردی دیه گویا دامن گردون بچسبیده، تو را مادر بربست راهی نیت و عزم جهانگردی. درونی کلبه پستی نظر ناگیری پر از دود. خب دیگر خانه های دهاتی همه گیلین است، افزای است، پست است و لایق هم همین رو میگه که درونی کلبه پستی نظر ناگیری پر از دود. در زمستان که همیشه آتش میکنیم، علو میکنیم برای گرم شدن، خانه دود میگیره. درونی کلبه پستی نظر ناگیری پر از دود، به حکم قرض انسانی جهان را در وجود فرزند بگنجاندی. شبانگه میژه ته نکرده، یعنی خواب نکرده، پختی کلچه شیرمال. سحر فرزندهایت را به میدانها گسلاندی. شرف اندوختی، افتخار کردی از جانفشانی های فرزندان. ایا مادر، ایا مادر. سرود حزنانگیز قدیمی را مخوان مادر، دلت را با سرود اولینی لایق دمی افروز. اگر دسترخوان و جامعه نو میدوزی با امید، نه تنها بهری فرزند، بهری دیگر همسایه ها، دیگر داماد شونده ها هم دوز. غنیمت دان نصیبی با پسینت را سلامت باش. ایا مادر، ایا مادر، ایا مادر. سلامت باشین. شما